این دمپایی بیریخت البته از نظر من، نظر شما محترمه، چجوری تونستن شرکت کراکس رو که در سال 2008 تو مرز ورشکستگی به سر می‌برد برسونن به شرکتی که سالانه 15 میلیون جفت از این دمپایی‌ها فروخته بشه. اول از همه شرکت کراکس اومد نیاز مردم به داشتن یک کفش دمپایی راحت توی دوران کرونا و بعد از اون رو شناسایی کرد. کراکس کلی کفش و دمپایی دیگه هم تولید میکرد، ولی توی مدل مارکتینگ جدیدش تمرکزش رو فقط روی یک محصول و اونم کراکس مدل کلاسیک گذاشت. این گوگولیا اسمش جیبیته. کراکس با معرفی جیبیت ها اجازه داد که مردم کراکسشون رو طبق سلیقه خودشون درست کنن و این باعث شد که ارزش کراکس پیش خریدار بیشتر بشه، چون خودشون اون رو با سلیقه خودشون ساخته بودن. یه کار دیگه که کراکس انجام داد این بود که با برندها و اینفلوئنسرهای مختلف قرارداد همکاری امضا کرد و اینجوری شد که همه جا پر از محصولات شد و بازار